میشه ولی کجاست؟ ما دلیل گفته رایستیم ریش سنت است، هر روز زنگ زده میشه ما نیستیم ریش سنت است یا فرض است. جناب و محترم، اگر رسول الله را دوست داری، عملی رسول الله است، حلیه رسول الله است، بس دیگه بگذار، پشتی فرض و سنت نگرد اگر محبت با رسول الله داری. لیکن ما امو مردم نیستیم، از دروغ دعوا داریم که محبت با رسول الله داریم. ما ببینم که بعد از این ما رو بیاریم، پس از این هر عمل ما باید مطابق عمل رسول الله باشه. سلام ما، کلام ما، نان خوردن ما، خواب ما، معامله ما، همه ما. و کی میشه این گپ؟ وقتی میشه که ما در مسجد عالمی که حدیث خوانده بتانه، هر روز درس داده بتانه، ما ببینیم که محبت رسول الله به تظاهرات نمیشه، به 4 دانه بیان مولا نمیشه. محبت رسول الله و تظاهراتی که راه را بند که سری مردم تکلیف بیاد، و تظاهراتی که دکانا چور شوه، و تظاهراتی که غلط انگیزه را مردم بگیره، تایید دموکراسی لعنتی شوه، تایید دموکراسی لعنتی. اگر ما واقعا از رسول الله دفاع میکنیم، بعد از رو میاریم به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عام میکنیم مجالس درس از حدیث رسول الله در کل مساجد اعلان میکنیم، در اینترنت میدیم، تصویرها را میدیم که مخلوق نشسته باشه و عالم برش حدیث رسول الله را درس میگه، عالم حدیث رسول الله را درس میگه. ولی شما خبر شده که در این وطن ما، این وطن بدبخت ما، در مرکز کابل ما جای تدریس حدیث نداریم. داشتیم یک مرکز داشتیم، بند شد. یک کسی دیگه غیرت کرد، گفت که ما یک مدرسه جور میکنم، در چهارراه سرسبزی رفتیم، 2 هفته درس گفتیم، بند شد. باز حدیث رسول الله بند شد، استادان نشسته است اینجا. بعد از او باز عالی برای هفته 2 روز به خاطر او خواهرایی که گریان میکرد که ما از درس اگه درس نباشه میموریم. ما گفتم خیر هفته 2 روز انشالله درس میگیم. امورم عالی ماندنی نیست مردم، اما کسایی که داد از محبتی که میزنه رسول الله، اما حدیث رسول الله را قبول نداره. او ملت مسلمان، اگر ما رسول الله را قطش محبت داریم، باید حدیث شعام کنیم با پیغمبر، هر عمل ما مطابق پیغمبر باشیم، دفاع از پیغمبر کنیم، از رای پیغمبر کنیم، نام پیغمبره، عمل و حرکت پیغمبره در سر فرست خود قرار بدیم. ای کاش که ما کار بتانیم. کجاستیم؟ داد از کجا زده میشه؟ دعوای محبت از کجا میشه؟ اما وقتی میبینیم در وجود خود ما نشانه های رسول الله را در خود مشاهده نمیکنیم، عجیب است. باز تو متوقع داری که ما حکومت اسلامی بیاریم، فلان کار شوه، فلان چیز شوه، در یک وجود خود که اختیاری خودیت است، هیچ کس هم سرت چی نداره، تسلط نداره. دمی بی که همون حلیت بر رسول الله برابر کرده یا نه. از همون خاطر یکی از دفاع از سنت رسول الله امیسته. ما دیگه زوری ما در فرانسه در اونجا نمیرسه که بریم اونجا بزنیم حکومتش. خو انشالله مجاهدین و نمو رقم پیدا میشه که الله متعال یک روز همینطور توفیق نصیبش میکنه که دمو طور جای داخل شوه. ما یقین داریم اهانتگرا الله متعال اینطور جزایش بده که به دست همین مسلمان ها جزایش انشاءالله میده. ما یقین داریم نمیمانه. الله وعده کرده، الله از مستهزئین خود وعده کرده، انا کفیناک المستهزئین، ما برای تو کافیستیم در مقابل کسی که استهزا میکنه. این وعده الله متعال است. اما ما چی میکنیم؟ ما باید رجوع به حدیث پیغمبر بکنیم، دفاع از حدیث، از سنت رسول الله در تمام ابعاد زندگی خود. فقط سنت رسول الله را عملی کنیم. کی میشه؟ همونطور روایی میشه؟ در یک تقریر جمعه میشه؟ نه، مراجعه میکنیم. ما همی کل ما مسجد داریم، بیگاه میرویم پیش مولا صاحب میشینیم، میگم اول صحیح ترین کتاب در کتاب احادیث چیست مولا صاحب؟ بعد از قرآن صحیح ترین کتاب مسلمان ها کدام است؟ برات بگوی بخاری. بگو اول بخاری شریف میخوانیم، شروع که برای ما هر روز یک حدیث برای ما پیش برده برو. ما دیگه از حالات رسول الله خود خبر میکنیم، چه رقم طهارت کرده، چه رقم نماز خوانده، چه رقم جهاد کرده، چه رقم دعوت داده، چه رقم معامله کرده، چه رقم سلام داده. ما دیگه خود کور نمیندازیم که فقط برای یک جمعه خود مسلمان بگیریم، باز دیگه خبر آگاهی نداشته باشیم. السلام علیکم و بمانیم، صبح بخیر و شام بخیر شروع بکنیم، خوش آمدی و مانده نباشی را شروع بکنیم، سلام رسول الله مانده باشه، با جای مصافحه
ما انحنا را شروع بکنیم، دستا را بوسه کرده برویم. بیا که از عمل پیغمبر معلومات برای خود بگیریم. ملاها را، علما را مجبور کنیم که برای ما درس حدیث بده. کاش که کل مساجد افغانستان یک درس حدیث به خاطر امی گپ باشه و بعد از او اعلان شود به دنیای کفر که ای کفار، شما ما را بیدار کرده. اگر شما نمی بوده ما غافل بودیم، ما بیخبر بودیم. خوب کرده شما او کار کرده، لیکن ما بیدار شدیم. آلی رسول الله خدا میشناسیم که رسول الله ما کدام رسول الله است و ما چه قسم از او دفاع کنیم و چه قسم محبت داشته باشیم. ولی افسوس است که امروز علیه جوانا نعوذ بالله فتوای غلط داده میشه. وقتی که شما فیسبوک ها را سعی میکنه اتر مردمای دیوس و بی غیرت و لامذهب است دور از حاضر مجلس مسلمانا که واره توهین کرده، تحقیر کرده، واره میگه که جای جهنم است. عجیب است. لیکن فرانسوی ها را میگه که وا در جنت میره. تو مسلمان باقی میمانی؟ تو باز در جنت میری؟ تمی جنت داری؟ کلا قطعا.